بیایید قبول کنید همه ما توی برهه‌ای از زندگیمون به این سوال برخوردیم، اینکه من نمیدونم از زندگیم چی میخوام دقیقاً. برای کسایی که منو نمیشناسن میتونن این ویدیویی که الان بالا میاد رو ببینن و با من بیشتر آشناشن. ولی خلاصه بگم اینجا در مورد سردرگمی‌های زندگی حرف میزنیم و هر ویدیویی که تو این کانال میزنم یه درسی از زندگی منه تا تو دوباره اون اشتباهو نکنی. پس چای بیارید که بریم سراغ ویدیو. خب برگردیم به زمان بچگی و چندین سال پیش. همه ما تو مدرسه وقتی بچه بودیم حداقل یا از خودمون سوال شده یا ما از یه بچه‌ای سوال کردیم که وقتی میخوای بزرگ بشی دوست داری چی کاره بشی. اکثرا یا میگن پلیس یا میگن دکتر یا مهندس. حالا چرا این سه تا شغل بیشتره؟ چون صرفاً اونا رو میشناسن و آشنایی با شغل‌های دیگه‌ای ندارن یا شغل دیگه‌ای رو نمیشناسن. مثلا خود من وقتی که بچه بودم همیشه دوست داشتم پلیس بشم، از این پلیسای مخفی که لباساشون مثلا این آدم معمولیه ولی همیشه یه تفنگی زیر بغل دارن و فلان و فلان. ولی رفته رفته که بزرگ شدم اصلا دیدم این شغل مناسب روحیات من نیست، اصلا این شغل مناسب من نیست، به درد من نمیخوره. ولی وقتی بچه بودیم چرا انتخابش کردیم؟ چون نکته اینجاست، ما دقیقاً در مورد چیزایی تصمیم میگیریم که درباره‌شون میدونیم و در مورد چیزایی که نمیدونیم نمیتونیم یه تصمیمی درباره‌شون بگیریم. توی دانشگاه یه روز یکی از بچه‌های کنفرانسی داشتن و این جمله رو گفتن که برای من خیلی جالب بود. اینکه دقیقاً بدونی چی میخوای همیشه خوب نیست، حتی میتونه مانع پیشرفتت باشه. برای منی که اون موقع پشتیبان کنکور بودم و یه جورای برنامه‌ریزی رکن اصلی کار من بود، چه برای خودم چه برای دانش آموزان. برام اینجوری سوال پیش اومد که مگه میشه خب ما باید برای همه چیز برنامه داشته باشیم، در مورد همه چیز اطلاع داشته باشیم، این چجوری میتونه به ما آسیب برسونه؟ و اون رفیقم توی یه جمله خیلی ساده جوابمو داد و بهم گفت که تو چیزی رو میخوای که میدونی. برام خیلی جالب بود. بهش گفتم یه مثال بزن. گفت مثلا تو الان نمیدونی توی سنگاپور میشه موج سواری کرد. هیچ وقت رویای موج سواری تو سنگاپور رو نداری، پس باید تجربه کنی، ببینی، یاد بگیری. و برام خیلی جالب بود. برای اولین بار بود میشنیدم توی سنگاپور میشه موج سواری کرد، همونطور که خیلی از شماها الان از من شنیدید. پس وقتی ما اینو میدونیم یا به اصطلاح اینو فهمیدیم، قطعا یه گوشه ذهنمون هست اگه یه روز یه پول خیلی گنده‌ای دستمون اومد یه مسافرت بریم سنگاپور و موج سواری کنیم ببینیم چه جوره. پس به این نتیجه رسیدیم که وقتی ما یه چیزی رو فهمیدیم دربارش برنامه‌ریزی می‌کنیم. وقتی یه چیزی رو هنوز نفهمیدیم و هنوز اطلاعی در موردش نداریم نمیتونیم در موردش برنامه‌ریزی کنیم. یا همون مثال اولی که اول ویدیو واسهتون زدم، بچه‌های کوچیک. الان برید توی مدرسه یا همون توی فامیلای خودمون الان بچه کوچیک زیاد داریم. خب ازشون بپرسید خب می‌خوای چیکاره شی وقتی بزرگ شی؟ خیلی تعداد کمی ازشون مثلا شاید بگم می‌خوام آتش نشان بشم، جون مردم رو نجات بدم، یا میگن دکتر یا مهندس یا خلبان. حتی از این جور داستانا میگن چون دیدن توی فیلم‌ها، توی کارتون‌ها، توی همه جای دیدن این قضايا رو و میدونن که این شغل‌ها وجود داره. ولی وقتی که بزرگتر میشی دیدت بازتر میشه، بیشتر میفهمی که مثلا چه شغلایی وجود دارن، چه کارهایی هست که میتونه به من کمک کنه، به رشد شخصیت من کمک کنه، به رشد دید من کمک کنه که بتونم با دید بهتری به موضوعات نگاه کنم، با دید مثبت‌تری به موضوعات نگاه کنم. اون وقته که کلا زندگیت از این رو به اون رو میشه. و یه چیزی هم بهت بگم، اگه از بچگی تا الان هدفت عوض نشده، حتی یه دونه هدف توی زندگیت عوض نشده، متاسفانه باید بهت بگم که تو دیدت رشد نکرده. یعنی هیچ رشدی در دیدت، در نگرش، در ذهنیتت ایجاد نشده و همون ذهنیت بچگیت رو داری. پس اینجا میرسیم به موضوع ویدیومون که نمیدونیم از زندگی چی میخوایم. این موضوع نه اینکه خوبه، حتی طبیعی هم هست، چون ما هر چیزی رو در مورد زندگیمون نمیدونیم، هر شغلی رو در موردش. حالا من توی این ویدیو شغل رو مثال زدم، ما در مورد تمام شغل‌ها اطلاعات نداریم، ما در مورد تمام سوالاتمون اطلاعات کافی نداریم. پس طبیعیه که خیلی چیزا رو ندونیم و حتی نفهمیم از زندگی چی می‌خوایم. و وقتی به این بنبست رسیدی، وقتی به این سوال رسیدی که نمیدونی از زندگی چی می‌خوای، این یه پیامیه که باید اینجوری بهش نگاه کنی که من برای کشف چیزهای جدیدی مثلا اشتیاق دارم، مثلا میخوام یه چیزهای جدیدی کشف کنم و از این لحاظ خوشحال باید باشی، چون یعنی تو داری به سمت چیزایی میری که هنوز نشناختی، هنوز کشفشون نکردی. پس نگران و ناراحت نباش و ادامه بده. حالا چجوری؟ زیاد ببین، زیاد تجربه کن، کتاب بخون، فیلم ببین، محتوای مختلف نگاه کن، ولی غرق نشو. وقتی توی چیزی غرق بشی مطمئن باش باختی.
بدون هیچ چیزی. معروف ترین بوکسور جهان هم که باشی، وقتی توی پیری دست و پاش اینجوری میلرزه یعنی توی ورزش غرق شده و انقدر این ورزش رو ادامه داده، انقدر این ورزش رو نمیشه گفت کار بدیه، ولی انقدر توش غرق شده که بهش دیگه آسیب رسونده. میدونید که توی ورزش بوکس چون ضربات به سر و صورت اصابت میکنن، بعد از یه مدتی این رگ و این اعصاب آسیب میبینن و توی پیری اکثر بوکسورها دستشون میلرزه، بدنشون میلرزه و یا حتی تعادلشون رو از دست میدن. پس اینم یه مثال خوبیه برای اینکه بتونیم این کلمه غرق نشدن رو حس کنیم. یعنی چی؟ خیلی چیزا رو ببین، کتاب بخون، محتوا ببین، کلا موضوعات مختلف رو بررسی کن، ولی توشون غرق نشو. در حد اینکه صرفا یه آشنایی باشون داشته باشی و ببینی به اونا علاقه داری که توی مسیر قدم بذاری و بری جلو یا نه. همه ما ساعت‌ها توی اینستاگرام میچرخیم، توی اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و حتی تمام فضای مجازی، هر چیزی که هست میچرخیم و فکر میکنیم چیزایی که توشون مثلا یه ماشینی بهمون نشون میده، یه شغلی بهمون نشون میده، یه لباسی بهمون نشون میده، فکر میکنیم که من این لباسو دوست دارم پس برم بخرم. ولی هیچ وقت یادت نره الگوریتم چیزایی رو بهت نشون میده که تو دوست داری. شاید خیلیاتون شنیده باشید که مثلا همین اینستاگرام رو مثال بزنیم، از طریق صدای گوشی داره شنود میکنه. مثلا شما یه روز خیلی در مورد یه موضوعی حرف بزنید، ناخودآگاه تمام اکسپلور اینستاتون میشه از اون موضوع. در مورد ماشین حرف بزنید، تماما میشه اون ماشین. در مورد لباسی، یه برندی، هر چیزی، تماما اکسپلور میشه اون. چرا؟ چون میدونه که دقیقاً حول محور این قضیه میچرخه. شما در مورد چیزایی قراره برنامه‌ریزی کنید، قراره خرید کنید، قراره سرمایه گذاری کنید که در موردشون میدونید. پس نمیاد چیزای جدیدی رو بهتون نشون بده. چه کاریه؟ خب ایشون مثلا امروز خیلی در مورد آیفون 17 حرف زدیم. میام آیفون 17 رو بهشون نشون میدم. حالا توی خارج، توی ایران بحثمون نیست. میام آیفون 17 رو بهشون نشون میدم تا بیاد بخره، منم از تبلیغات یه پولی در بیارم. میدونید الگوریتم اینجوری کار میکنه. پس برید دنبال علاقتون. توی اینستاگرام هیچ وقت علاقتون رو نمیتونید پیدا کنید. نه تنها اینستاگرام، منظورم فضای مجازیه. اون وقت اونجا هیچ چیز جدیدی بهتون ارائه نمیده. کل منظورم اینه. اونجا هیچ چیز جدیدی بهتون ارائه نمیده. اونجا فقط چیزی بهتون ارائه میده که شما انتخاب میکنید. حتی خودتون هم نمیدونید که دارید این انتخاب رو انجام میدید. ولی اگه الان نگاه کنید توی گوشیتون، توی اکسپلورتون، کانال های تلگرامتون، همه چی، یوتیوب چه ویدیوهایی بهتون پیشنهاد میده؟ نگاه کنید، همش چیزایی که دوست دارید، همش چیزایی که علاقه دارید. پس وقتی حول این محور میچرخید، هیچ وقت قرار نیست چیزای جدید رو کشف کنید. هیچ وقت قرار نیست از اون محیط امنتون بیاید بیرون. پس اینجاست که میگم دنبال محتوای جدید برید، دنبال موضوعات جدید برید، دنبال کتاب‌هایی با موضوعات جدید برید، بخونید، ببینید چی توشه، چی توش نیست. شاید اصلا بعد از یه جایی بفهمید این راه کلا اشتباه اومدید، اصلا علاقتون یه چیز دیگه است. حالا من توی حوزه خودم مثال بزنم. توی حوزه کنکور که بودم، خیلی‌ها بودن بعد از 20 و اندی سال میومدن میگفتن ما رشته دانشگاهمون رو اشتباه انتخاب کردیم، اصلا به یه چیز دیگه علاقه داریم ولی اشتباها رفتیم سمت یه چیز دیگه. چرا؟ چون همین قضیه است، دنبالش نرفتن. مثلا یه رشته‌ای رو از 20 سال پیش دنبال کردن تا الان، الا بالله من اون رشته رو میخوام. اوکی، اون رشته رو میخوای، اون قضیه رو دوست داری، ولی بیا بقیه گزینه‌ها رو هم یه رصدی بکن، یه نگاهی بکن، شاید از اونم خوشت اومد. و اتفاقا برای بار دوم که کار رو انجام میدن خیلی موفق تر میشن. چرا؟ چون اون انتخاب آگاهانه تره، چون انتخاب با تحقیق، با چشم باز انتخاب شده. پس اینجای کارم یاد گرفتیم که درگیر الگوریتم نشیم. الگوریتم همه چی، حتی زندگیمون، حتی فضای مجازیمون، حتی اینستا، همه چی، چون اونا چیزایی که دوست دارم بهمون نشون میدن. اگه نمیدونی چی میخوای از زندگی، برو دنبال چیزای جدیدتری. مطمئن باش انقدری که از زندگی یه چیزی رو میدونی، 10 برابرش رو هنوز نمیدونی، هنوز کشف نکردی و وقتی جذاب میشه برات که بری کشفش کنی. همیشه این نکته طلایی که وزیرش خط بکشیم اینه که برخلاف نظر عموم که میگن به نظر مردم گوش نده، به حرف مردم گوش نده، اتفاقا گوش بده. چرا؟ چون افکار منفی مردم مثلا مسیر تو روشن میکنن. اگه یادت باشه یا اصلا توی اینستاگرام یه جای حتما دیدی، میگن که بازی‌های کامپیوتری چیز به ما یاد دادن، وقتی توی مسیری
دشمن باشه مطمئنیم که اون مسیر درسته، یعنی اون مسیر رو داریم درست میریم. همینه، وقتی توی مسیری خیلی بهت هیت اومد بدون اون مسیر درسته، چون آدما بدون چون و چرا دوست ندارن پیشرفت کنی. بجز خانوادت هیچ کسی دوست نداره پیشرفت کنی و وقتی یه جایی کلا تشویقت میکنن مطمئن باش میخوان تو همون سطح بمونی، بیشتر رشد نکنی، بیشتر نیایی بالا. به خاطر همین باید به هیتاشون گوش کنی، به افکارشون گوش کنی، ببینی چی دارن در موردت میگن. مطمئن باش اونا ذهنت رو باز میکنن و میتونی با یک دید جدیدی به قضایا نگاه کنی. خیلی جالبه. اینم بهت بگم زندگی یه تصمیم بزرگ نیست، بلکه چند تا تصمیم کوچیکه که جمع میشه با هم میشه زندگی. یعنی چی؟ یعنی تو تصمیم میگیری چجوری بپوشی، چجوری بخوابی، چجوری بخوری، چجوری راه بری، چجوری اصلا کدوم باشگاه بری، چه رشته‌ای بری، کدوم درسی بخونی. اینا همه با هم جمع میشن و میشن زندگی تو. و اینم یادت باشه هیچ وقت دیر نیست. دانشگاهت اشتباهه، رشته‌ت اشتباهه، خب عوضش کن. رابطه‌ای که الان توشه‌ای خوشحال نیستی، رابطت اشتباهه، آدم رابطت اشتباهه، خب عوضش کن. مگه چند بار قراره زندگی کنی؟ هیچ چیزی نهایی نیست، این یادتون نره. فقط یه چیزی اینجا انقدر مهمه که نباید یادتون بره، خیلی مهمه، اونم این که کاملا بی هدف نباش. یه ماشین رو در نظر بگیر که قراره بره از نقطه E بره به نقطه B. خب این مسیرش مشخصه و میدونه که از این نقطه باید بره به اون نقطه، ولی در مقابلش یه ماشین رو تصور کن که از نقطه A اومده بیرون و نقطه B وجود نداره، انقدر دور خودش میچرخه اینور اونور، مسیرهای اشتباه فلان بیسار تا بنزینش تموم میشه و قطعاً در آخر هم به نقطه B نمیرسه، چون اصلا برای این ماشین نقطه B تعریف نشده. به خاطر همون هیچ وقت بی هدف نباشید. یه هدفی داشته باشید، هدف خیلی ریز، هدف خیلی کوچیکی، مثل یاد گرفتن زبان انگلیسی، مثل چه میدونم پیاده روی، ورزش کردن، خوندن یه کتاب. یه هدف خیلی ریزی هم داشته باشید خیلی بهتر از بی هدفیه که باعث بشه صبح زود بیدار بشی، که باعث بشه تخت خواب بپرید بیرون. همین امروز که داری این ویدیو رو میبینی، حالا چه امروز چه شب چه هر موقع که داری اینو میبینی، همین الان برای فردا خودت یه نکته پیدا کن که خوشحالت میکنه. اگه پسری این میتونه بازی فوتبال باشه، چه میدونم یه بیرون رفتن، یه گیم نتی، یه هر چیزی. اگه دختری مثلا میتونه یه سریال باشه، یه فیلم باشه، یا یه چیل با دوستات باشه، همه چی. یه نکته کوچیک پیدا کن که فردا باعث خوشحالیت بشه و قطعاً اگه بگردی، یعنی زندگیمون هنوز اونقدرم خالی نشده که بدون نکته مثبت باشه. اگه پیدا کردی و توی مسیرش نظرت عوض شد، بازم هیچ ایرادی نداره، میتونی برگردی. اصلا زندگی رو واسه خودت زندون نکن، برگرد و دوباره برگرد، دوباره. زندگی یعنی تغییر مسیر. ما اگه از اول مشخص بود چیکار کنیم و به کجا برسیم که ربات میشدیم، انسان نمیشدیم. من خودم یه مدتی رویایی داشتم که مثلا یه دفتر بزرگ توی شهرمون بگیرم با 10 تا 20 تا، حالا کارمند نگم، یه 10 تا 20 تا کارکن مثلا اونجا برای من کار کنن، خودم صبح به صبح لیوان قهوه‌مو بگیرم، یه استوری بذارم فلان بیسار. بعد که بزرگتر شدم دیدم مثلا این به لایف استایل من نمیخوره، این به زندگی من نمیخوره. من آزادی میخواستم، نه نمایش موفقیت. دوست دارم توی خونم کار کنم، کافمو برم، بیرونمو برم، پولم هم در بیارم، نه اینکه این کارمندا صبح برم یه جایی تا عصر اونجا باشم، بیام خونه بخوابم، بعد دوباره از صبح زود بعد همون روتین تکرار بشه و همون روال تکرار بشه. و در آخر یادتون نره موفقیت واقعی یعنی این که مجبور نباشی به کسی چیزی ثابت کنی. اگه الان نمیدونی چی میخوای، کاملا طبیعیه. هر چیزی که به ذهنت میاد یا هر چیزی که بهش علاقه داری برو امتحان کن، برو تا تهش. خیلی خودمونی میگم، برو تا تهش، برو امتحان کن. اگه بد بود برمیگردی دوباره راه دیگه، اگه خوب بود تو همون راه میمونی، اصلا کار بدی نکردی، وقتی از دست ندادی. یادت باشه تو بالاخره 40 سالت میشه، بالاخره 50 سالت میشه. این تویی که انتخاب میکنی به عنوان چه شخصی 50 سالگی تو تجربه کنی. مثلا دارم میگم، بازم شغلا رو مثال میزنم، به عنوان یه مهندس 50 ساله بشی، به عنوان یه دکتر 50 ساله بشی، یا به عنوان مثال قبلی خلبان 50 ساله بشی. پس تویی که انتخاب میکنی، نه اینکه برات انتخاب کنن. پس تو باید بری دنبالشون. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگه دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی میبینمتون. خداحافظ.